ترفند ایجاد شک در کتب اهل سنت توسط رافضه. همانطور که مستحضرید به ادعای وهابیون، محمد ابن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری قمری نویسنده کتاب صحیح بخاری است. اما از عجایب این کتاب صحیح آن است که نام کسانی در سلسله اسناد روایات آن یافت می شود که خود آنها از شاگردان بخاری و یا از شاگردان ایشان به شمار می آمدند و سالها بعد از بخاری به دنیا آمده اند و یا نام آنها اصلاً ذکر نشده و کلاً مجهول می باشد. این قضیه در 10 روایت از روایات صحیح بخاری به چشم می خورد که ما به 3 مورد از آن بسنده می کنیم. اما مورد اول در صحیح بخاری کتاب العلم باب القراءة والعرض علی المحدث روایتی نقل شده که به اتفاق ملاحظه می نماییم. در این مورد شخص نامعلومی این روایت را از محمد ابن یوسف فربری آخرین شاگرد بخاری و شخص بخاری نقل کرده است. اما مورد دوم ابو منصور هروی متوفای 372 هجری قمری از کسانی است که در سند روایات بخاری واقع شده است، در حالی که بیش از 10 سال بعد از بخاری به دنیا آمده و بیش از 110 سال بعد از او از دنیا رفته است. اما در صحیح بخاری کتاب العلم باب کیف یغبض العلم روایتی از او نقل شده است که ملاحظه می‌فرمایید. در این مورد نیز فربری روایت را از عباس هروی نقل کرده و حتی جناب بخاری در این سند کاملا غائب است. و اما مورد سوم ابو جعفر محمد ابن ابی حاتم از شاگردان محمد ابن اسماعیل بخاری بوده است، ولی با کمال تعجب نام ایشان نیز در سلسله اسناد صحیح بخاری دیده می شود. در صحیح بخاری کتاب الرقاق باب رفع الامانه روایتی از طریق فربری از ابو جعفر وراق از محمد ابن اسماعیل بخاری این چنین نقل شده است که ملاحظه می‌فرمایید. حال سوال این است که اگر کتاب صحیح بخاری توسط محمد ابن اسماعیل بخاری نوشته شده است، پس نام این افراد که همگی از شاگردان ایشان و یا از شاگردان ایشان می باشند در سلسله روایات و اسناد صحیح بخاری از کجا آمده است؟ و درخواست ما از کارشناسان وهابی این است که یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمایند. الف، کتابی که همکنون با نام صحیح بخاری در اختیار ماست توسط ایشان نوشته نشده، بلکه توسط شاگردان یا شاگردان ایشان جمع آوری و به دروغ به بخاری نسبت داده شده است. ب، اصل کتاب را بخاری نوشته اما توفیق تکمیل آن را نداشته و بعدها توسط دیگران تکمیل شده و این مطالب بر آن افزوده شده است. جیم، بخاری علم غیب داشته و میدانسته که شاگردان او بعداً این روایات را از ایشان نقل خواهند کرد، بنابراین خود راویانی را که بعد از او خواهند آمد در صحیح بخاری آورده است. دال، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن نزد وهابیون یعنی صحیح بخاری تحریف شده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. همانگونه که متخصصین علوم اسلامی مطلع هستند، علمای قدیم تمام کتاب‌های دینی، حدیثی، فقهی، لغوی، تاریخی و غیره را با سندی که آنها را به مؤلف می‌رساند نقل می‌کردند. کتاب صحیح امام محدثین محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت الله علیه نیز از این اصل مستثنا نیست و تا امروز نیز برخی از کتاب‌های حدیثی منسوب به علمای بزرگ اسلام در آغاز هر حدیث سند آن روایت از شاگرد مؤلف و یا حتی شاگرد شاگردش
شروع می شود و پس از رسیدن به مؤلف تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه می یابد و این بدان معنا نیست که گوینده حدثنا در اول سند خود مؤلف آن کتاب می باشد، بلکه گوینده آن یکی از رواتی است که کتاب مذکور را از مؤلف روایت می کند. پس از طولانی شدن اسانید با توجه به شهرت کتاب و حفظ آن توسط علما و کمبود کاغذ و جوهر و ادوات نسخ، نساخ با توجه به امور مذکور از نوشتن اسانید شاگردان خودداری کرده و به ذکر سند مؤلف بسنده کردند. مثلا در همین روایت که رافضه با یافتن آن دچار خوشحالی کاذب گشته، گوینده جمله و اخبرنا محمد ابن یوسف الفربری شاگرد او می باشد که ناسخ انگام نسخ آن را از اسناد حذف نکرده است و این کار ناسخ رافضی های کینه‌توز و جاهل به قواعد اسانید و نسخ کتب روایتی را به پایکوبی درآورده است و این در صورتی است که متن مروی با این سند بیانگر دیدگاه سفیان ابن عیینه در شیوه تحمل و ادای حدیث می باشد، به گونه‌ای که می فرماید اذا قرئ علی المحدث فلا بأس ان یقول حدثنی. اگر در مجلس محدث حدیث قرائت شود اشکالی ندارد شاگرد انگام ادای آن از کلمه حدثنی استفاده کند. همان گونه که مشاهده فرمودید متن این سند نه به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرسد و نه در برگیرنده حکم شرعی می باشد و تنها بازتاب دهنده نظریه عالمی در کیفیت ادای حدیث است و بدین ترتیب پایکوبی رافضیان مغرض دوام چندانی پیدا نخواهد کرد. اما مورد دوم، الفربری شاگرد امام بخاری پس از ذکر سند و متن ایشان اشاره به سند دیگری می کند که از طرف دیگری به هشام ابن عروه می رسد. به همین عنوان سند و متن امام بخاری را دستکاری نکرده است و همچنین قصد تحریف و تدریس نیز نداشته است، زیرا لازمه تحریف و تدریس پنهانکاری می باشد که در این سند چنین چیزی وجود ندارد، بلکه تا اندازه الفربری این کار را آشکار انجام داده است که حتی رافضیان نیز با توجه به عدم آگاهی از قواعد محدثین در نسخ کتب و روایت بدان پی بردند، چه رسد به متخصصین اسانید و روایات صحیح بخاری. مورد سومی که به اصطلاح کارشناسان رافضی با کشف آن شاهکار کردن نیز از امین قرار است. الفربری در بیان معنای کلمه ای از طریق ابو جعفر از امام بخاری از ائمه لغت عرب روایتی را بیان می کند که به علت وضوح آن کسی جز آقایان تهمت تحریف را به او وارد نکرده است. واقعا جای تعجب است که امام بخاری با آن همه شهرت و تخصص در علم حدیث و رجال اسناد در کتاب صحیحش به ادعای آقایان رافضی چندین بار دچار چنین اشتباه بزرگی شود، سپس طی بیش از 12 قرن با وجود ناقدین، شارحین و متخصصینی که مو را از ماست می‌کشیدند هیچ کدام متوجه این اشتباه نشدند و اکنون آقایان رافضی غافل از علوم اسانید به چنین کشف بزرگی دست یافتند. آیا معقول است امام بخاری که خود مؤلف کتابی مانند تاریخ سگانه کبیر، اوسط و صغیر در علم رجال می باشد از کسانی روایت کند که آنها را ندیده و هنوز به دنیا نیامده و قبل از تولد آنها خودش از دنیا رفته است؟ بیکمالی های انسان از سخن پیدا شود، پسته بیمغز چون لب وا کند رسوا شود. و این در صورتی است که کتب حدیث و روایات آقایان دستخوش تحریف در متن شده است، امری که با عمل به آن باعث انحراف در عقیده و دین می شود. مثلا به این تحریف عمدی از سوی یکی از استوانه های حدیث رافضه در کتابهایشان توجه کنید. کلینی در اصول کافی حدیث 1409 از ابو جعفر محمد صادق از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند: انی و 12 من ولدی و انت یا علی زر الارض، یعنی اوتادها و جبالها، بنا اوتد الله الارض ان تسیخ باهلها، فاذا ذهب 12 من ولدی ساخت الارض باهلها ولم ينظروا. من و 12 نفر از نوادگانم و تو ای علی عامل ثبات زمین و کوهها هستیم،
الله به وسیله ما زمین را به گونه‌ای قرار داده تا انسانها را در خود فرو نبرد. هرگاه 12 نفر از نوادگانم از دنیا رفتند، زمین انسانها را به کام خود می کشد و آنها مهلتی نخواهند داشت. همین حدیث را مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 6 صفحه 232 و 233 با همین مضمون نقل کرده است. با توجه به این روایت تعداد ائمه شیعه 13 نفر خواهند بود، یعنی علی ابن ابی طالب و 12 نفر از نوادگان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. ولی با کمال تعجب شیخ طائفه ابو جعفر طوسی برای فرار از این مشکل در کتاب الغیبه صفحه 139 حدیث 102 روایت مذکور را این گونه دستخوش تحریف قرار داده است: انی و 11 من ولدی و انت یا علی زر الارض. و با این تحریف عمدی تعداد ائمه از 13 نفر به 12 نفر کاهش یافته است. آیا بهتر نیست آقایان با داشتن این همه تخصص در علوم حدیث و اسانید چنین مهارتی را در اثبات صحت کتاب‌های دینی خود به کار گیرند؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. در پایان از به اصطلاح کارشناسان رافضه این درخواست را داریم تا زمانی که خانه‌ای از شیشه درست کرده اید به سمت خانه کسی سنگ پرتاب نکنید. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت.